باورت میشه من اصلا پیدات نمیکنم کجایی دقیقاً؟ خب من چند دقیقه دیگه واسه بابا داداش یه دقیقه مسخره بازی جمع میکنی، من دارم آدرس میگیرم از یه نفر. داداش جمع کنی چیه حواس منو پرت میکنی؟ من الان تو پارک ملت هم نمیبینم. چرا آقا برو یه بار دیگه سمت دیگه حرف بزن. خانم شما الان طرفداری این کار مسخره رو میکنی؟ من 3 تا رکورد گینس دارم. شما رکورد گینس 3 تا داری؟ چه کاری میکنی الان مثلا؟ الان نگاه میتونی انجام بدی؟ آقا جمع کن یه دقیقه داداش. یه دقیقه اونو بگی دستت. آقا خیلی هم داداش یه دقیقه اینو بگی دستت. بیا انجام بده دیگه. این چه کاریه آخه؟ یعنی چی؟ به من چه ربطی داره؟ چون من دارم دوربین مخفی میگیرم ازتون خانم. به من ربط داره. داریم شوخی میکنیم باهاتون. اونجا ما داشتیم با علی جان ازتون ویدیو میگیریم. یه دست میشه تکون بدین. دمتون گرم.